به نام خدا. دوستان سلام. عکسی که توی این تاپیک براتون قرار دادن، توی تاپیک مربوط به ویدئوی قبلی، این عکس هستش که اولین عکس هایی هستش که به قولی درز کرده بیرون و فکر کنم گویای همه چیز هستش، ولی من یه توضیح کوچولو میدم بریم برای ویدئو. که صحبتی که میشد این بود که اگر اینجا یک بریر، یک سواپ لول، یک فلیپ زون در نظر بگیریم که مارکت های اومده در نزدیکی هاش سقف و کف ساخته و جایی هستش که فلیپ تریدر ها بهش علاقه دارن یا بریر های قیمت هستند، تصمیم برای شکستش مهمه، نه وقتی که میشکنه و FTR میشه. FTR وقتی با ارزشه که به یک تصمیم برگشته باشه. برای همین یک قانون بعدها در فلگ لیمیت ها هستش که اگر فلگ لیمیتی اینگولف میشه، بازگشتش باید به یک فلگ لیمیت باشه و این فلگ لیمیت الان با ارزشه. برای همینه که مارکت از تصمیم به تصمیم میره و همه قانوناش با همه ترتمیزه و شلوغش نکنم. اگر اینجا این رو یک دیمندی بگیریم که جناب بنهور میگفتن، کجا به نظر شما تصمیم گرفتن که اون رو بشکنن؟ آیا این باکس نمیتونه باشه؟ چرا؟ اما خب باید بریم در دلش و تصمیم ها رو پیدا بکنیم. کجا تصمیم گرفتن؟ برای پیدا کردن تصمیم ها از گذشته میتونیم کمک بگیریم از سوپلایی که هستش و میبینیم که مارکت کلن اینجا تصمیمه و شکسته شدن تصمیم برای ما اهمیت نداره. این جایی هستش که فیک سوپلای هستش و خیلی ها رو به دام میندازن، قراره که به دام بیفتن. اینجا تصمیم برای شکستش جای معتبرتریه و این سوینگ جای معتبرتریه که ما به دنبال تصمیم بگردیم. و حالا بعدها آقای انفرادی میاد صحبتی که از آقای ایف هست به عنوان دیستینگ پاز رو معرفی میکنه و میگه که هر اتفاقی که قراره بیفته، تصمیمی اگر پیدا کردید، تصمیم ها میتونه اولویت داشته باشه و آقای انفرادی از این بالا شروع میکنه و به دنبال جای درست میگرده. این یک نمونهشه. یک نمونهشه همین پایین داریم، با اینکه اینجا الان یک جای با ارزشه که به آخرین تصمیم برگشته، یا به قولی های داریم، لو داریم، هایر های داریم و لوور لو داریم. تریک اجرا شده به این بدبختایی که اینجا قبلا فروختن و اومدن استاپشون رو فعال کردن و مارکت رفته. اما در برگشت اگر این بالا فیک آوتی به آخرین تصمیم باشه، جای درستی میتونه باشه. برای همین یک QM کوالیفاید طبق تعریفایی که بعداً ارائه میشه آقای ایف لحاظ میکنه. عکسی که اینجا هست دو تا مفهوم رو در خودش داره. یه دونه تصمیمه و یه دونه همون رالی بیس دراپ های مهمن که الان ما کدوم این FTR ها برای ما با اهمیته. و وقتی میام توی تایم پایین میبینیمش که فکر میکنم که آره دیگه اینجاست. یه دونه تصمیم در دلشه که سلمان بعدها به اینها میگه delicious decision point، نقاط شیرین تصمیم گیری و آخرین تصمیم های مهم مارکت هم. و یه دونه طبیعتا سوپلایی که به جای درست خورده و مارکت حسابش رو با این دوتا باید صاف بکنه. و اگر خودتون رو یک لحظه بذارید به جای خریدار و فروشنده در گذشته مارکت، میدونید چرا قیمت به اینجا اومد واکنش داد و چرا به اینجا اومد واکنش داد. و من دیگه شلوغش نمی کنم، بریم برای ویدیو. But instead I'm going to tie it all together and I'm going to do a video on decisions, because that's all supply and demand is, and that's all support and resistance. خب آقایف میگن که چیزی که برای ما اهمیت داره طبیعتا عرضه و تقاضا نیست. این همه عرضه و تقاضا الان شما مارک بکن، اینجا مارکش بکن، اینجا مارکش بکن و اینجا مارکش بکن. آیا اینها عرضه و تقاضا بودن در مارکت؟ آیا اینجا این عرضه به این خوشگلی آیا عرضه‌ای بود که قیمت رو به زیر بفرسته؟ پس چرا این کار نکرد؟
یا اینجا عرضه‌ای بود که این کار رو انجام بده، یا اینجا عرضه‌ای بود که این کار رو انجام بده. پس عرضه و تقاضا در اولین نگاه فیلد هستن و اهمیتی برای ما ندارن. چیزی که آقای فلان گفت اینه که تصمیم برای ما مهمه و عرضه و تقاضایی که به یک تصمیم برخورد کردن حاوی اهمیته. It's just decisions made on the value of an asset. So we'll get started. Okay, let's see. We have gold here. Here is what you would call demand. This is a place where there is a big pole up. It's called demand. There are more buyers than there are sellers. Now we know in supply and demand that this here is supply as well. There is a decision to come down. آقای ایف میگن که الان یک دیمند رو دارید میبینید که بعدش یک پل درست شده. پل ها یک دیمندی داریم که یک پل روش تشکیل شده و قیمت با یک پاز از یک دیمند جدا شده. بیایید به دنبال اون تصمیمه بگردید، جایی که buyers exceed sellers، جایی که خریداران به فروشنده ها فائق اومدن، ازشون رد شدن، یا آخرین معامله فروش با اولین قرارداد خرید دیل شده که آقای بنهور توی تاپیک تصمیم ها براتون پینش کردن. صحبت های این بزرگوار خیلی هم با ارزشه و آقای ایف اولین بارها داره اینجا راجبش صحبت میکنه، اما یک موضوع مهمتری رو به نام پاز هم داره مطرح میکنه که ببینید مارکت از تصمیم به تصمیم میره. So yes, in this little bar here, price did come down a little bit, but shot up through. So there's a decision that this supply is no good. The price is too cheap. So price. و باز هم واژه too cheap, too expensive رو به کار میبرن. همون واژه دیسکاونت یا پریمیوم آقای هادلستون هستش که از آقای لری ویلیامز آموخته بودن و آموزش دادن. همونه و خیلی هم با ارزشه. Shot up, and it had a little bit of an indecision here and shot up again. In here there will be a flag in the lower time frames and و آقای میگن که خب اینجا برای شما یک سوپلای و دیمنده، یک کلاستر، یک بیس، یک کپس، یک عرضه و تقاضاست. اما اگر برید تو تایم پایین تر یک فلگ خواهید دید و اونه که برای ما با ارزشه و اولین توضیحات کپس رو با فلگ میان بدن. flag will have broken down. So price came down here. It stopped a little bit here at this decision and came back up here for a Quasimodo or for a head and shoulders. But inside there, you'll see on this pole and the lower time frames that there is a decision where price is. آقای ایف دارن راجع به تصمیم ها توی این کندل کوچولو صحبت میکنن و میگه که حتی توی این دیلی هم که بریم، حتی توی همین تایم پایین هم نریم، همینجا بخوایم ببینیم تصمیم مشخصه و با موس داره نشونش میده. Too expensive and it shoots down. Where does it come down to? It comes down to the last decision where و از واژه decision and quasimodo با هم یاد کرد. این رو یادتون باشه و توی کورس 1200 یورویی یک بار دیگه این جمله رو میگه و واقعا 1200 یورو میارزه این صحبت. where price was too cheap. So it comes up again, up to support resistance flip. Now if you look in the lower time frames there. آقای دارن میگن که قیمت بعد از این که به این بی تصمیمی در مارکت برمیگرده، تمام این بی تصمیمی ها تمام این پاز رو رد میکنه و برمیگرده به اون تصمیمی که گرفته شده، یا به قولی دیمند، برمیگرده به یک سطح فلیپ. و آقای ایف میگه که بذارید بریم ببینیم واقعا چی شده. We'll just have a little look at a support resistance flip. We've got a grey line there at the SR flip as well, and this is basically to the pip. I think the lowest I can go is M15. و آقای میگه که بریم توی 15 دقیقه. Right, okay, so there's a big consolidation area here. Price can go back up again. It has nothing really stopping it. But price breaks the low here. و آقای توی 15 دقیقه سوپلای هایی که بودن رو مارک کردن. خب. And it just breaks it and tries to get back up. Just can't do it. You see this rejection? This rejection gets failed. Tries again, rejects again, but gets failed. I can imagine that in the 1 minute or the 5 minute chart here, there is a big pole coming down right from here to say, no, it's all over. Price is not getting back up in through there.
this is already too expensive for this asset for gold, and و آقای ایف دارن میگن که اگر بریم تو تایم پایینتر اینجا یک تصمیم مهم میبینیم، ولی خب داره یه مقدار توضیحش میده. prices coming down. So we do have a big bar there anyway. In the lower time frames there will be a beautiful decision made. So when price got back to it, over here, it just came down. و من همینجا هم دوباره بخوام نشونتون بدم همینه، همون قضیه است که آقای مرچ خیلی ساده تر میخواستن ببینن، ولی خب گاهی اوقات استاپ میخوردن و ایشون یه دونه QM میکشیدن همین. اما وقتی که اون تغییر دیدگاه و فلگ ها رو به روش دیده بودن، خانم مل اینطوری میدیدن که با نگاه آقای بنهور و میگفتن که مستر بنهور همون عرضه و تقاضا رو تمیز رسم می‌کردن، مومنتوم رو میدیدن، مقاله خوانش قیمت باید به کار اون بیاد توی هر ترید و تصمیم برای شکست یک عرضه و تقاضا رو مارک میکردن و آقای فلان رفتن توی 5 دقیقهش و گفتن حتی توی 1 دقیقه هم بریم پیداش میکنیم. اما اپروچ یک تاپیک دیگه است که چرا با فیکی اومدن، چرا بدون فیکی، که راجع اون قرار بعداً صحبت بکنیم، ولی فعلا یک اپروچ استک رو یا یک اپروچ سی پی رو دارید مشاهده میکنید. اما حواستون به اینم باشه، بعداً راجع این کندلم صحبت داریم. اما الان یه مقدار داره چشمون باز میشه نسبت به اینکه چه اتفاقی توی مارکت افتاده. خب Now we'll stay in this time frame for a moment. Price did come down. It had compressed up. Just see the way this demand here had already been touched by this. So the orders were gone there. The buy orders were gone. Here the buy orders were gone. It's compressed all the way. توی اپروچ ها فکر کنم شروع خوبیه برای صحبت راجبش و مثلا شما چه میدونم اینجا رو بخواید مشخص بکنید، خب سوپلای درستیه، ما رسمش کردیم، تصمیم برای شکستش اینجاست و تصمیم بعدی باید اینجاها باشه و ای بابا الان دارید میبینید که به کجا خورد. و آقای ایف راجع به اپروچ ها چندین مدل اپروچ معرفی میشه به سمت یک لول مهم، به سمت یک تصمیم، و این اپروچی که ایشون داره معرفی میکنه مصرف شدگی، کانسومپشن و صحبتی که الان داشت میکرد با موست داشت نشون میده اینه که آقا جان ببینید که آقای بنهور یک جمله‌ای داره و میگه که shadow to remove orders و میگه که قیمت داره به سمت بالا میره اما شادوهایی به پایین رو دارید میبینید و میگه اینها کانسومشن هستند. شاید نشه روش خط روندهای کلاسیک رسم کرد، اینجوری نمیشه، گاهی اوقات نمیشه. الان این یکی شادو نداره اما اوردرهای مهم، بیگ اوردرز کانسوم شدن. چرا که خب عرضه تقاضا کارها یا سبک‌های دیگه مثلا اینجا بهشون یاد دادن که اگر اینجا شکست این دیمندی هست برای خرید، خب اینجا شاید نیومدن این حرکت رو بزنن و به جاش از اون تصمیمه استفاده کردن و یک تریک دیگه به عنوان پول بک که میان و روی همین شروع میکنن بقیه رو خریدار کردن که اوردرهای بزرگتری در نزدیکی تصمیم ها پر بشه. و راجع به اینها خیلی صحبت شده توی اپروچ ها، راجع بهش صحبت میکنیم، ولی آقای صرفا راجع به اپروچ الان داره صحبت میکنه. Down, there is a demand here, but basically this is all compressed down into here where there's an SR flip again. Now we know what an SR flip, in fact this is an RS flip, but it doesn't matter, it's just about decisions. و آقای میگه که ما این پایین یه دونه SNR فلیپ داریم و این خط رو دارن میگم، این خط رو دارن میگن، اما پایان ماجراست یا شروع ماجراست یا پایان ماجراست. راجع به پاز دارن صحبت میکنن و بعدها خیلی ترتمیزتر توی پازها راجع بهش صحبت میکنن که میبینید که اینجا نمیشه واقعا خط روندی رسم کرد، اینجا نمیشه خط روندی رسم کرد. پس از اون ایده های کلاسیک بیاید بیرون، اول داستان رو نگاه بکنید، کجا قیمت اوریجینیت شده، کجا شروع کردن به بارگذاری اولین سفارشات، همونطوری که اینجا پیداش کردیم، همونطوری که اینجا پیداش کردیم اینجا هم پیداش بکنید، کار سختی نیستش. و Back to H4, day one.
اینجا بازم میشد So صحبت کرد. there's our SR flip there. Where does price come آقای صرفا میخواست این SNR فیلیپ رو این بالا نشون بده و این پایین. back down to? It comes back down to here, to another support resistance flip right here, because over here there would have been a decision. Let's take this line down and see. و آقای عین همون تمرینات خودشون داره کار میکنه دیگه، خط میندازه روی کندل و Over here, میره میبینه که آقا اینا به چی خوردن و خیلی هم مهمه براش که این کار رو انجام بده و حتی به پدینی همین تمرین رو داده بود، گفته بود برو انجام بده. پدینی میگفت بابا من مسترم، ولی انجام داده بود. we'll look in history and see what's going on. This is an SR flip, as I say. There's resistance there becoming support, but we'll have a look in here, see where the decision is. The price comes down to the base of this pole. Now, there are far more buyers. اینا صحبت های آقای ردسفورده و جناب ردسفورد میگفتن که مارکت همیشه بیس پول فلگه و اگر دوباره بیسی شد دوباره میشه بیس پول دوباره فلگ و تمام مارکت رو با همین سه تا توجیه میشه کرد و خیلی خیلی صحبت راجع به این داریم که اگر تصمیمی هست باید اینجاها باشه، اگر تصمیمی هست باید اینجاها باشه، اگر تصمیمی هست باید اینجاها باشه. این خودش به یک تصمیم خورده و از روی همین ایده کوچولو اومدن مارکت رو باز کردن و آقای فراجی به همین الان داره توضیح میده که قیمت با یک پول بلند شده، یک فلگ ساخته و یک پاز ساخته و خیلی مهمه که بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده، لبه هاش کجاست و آخرین لبه مارکت میتونه اینجا باشه. آقای خطی که انداخته این خط است که من حالا مارکش کردم و یک دلیلی داره، دلیلش فیک سوپلای ها و فیک دیمند ها. There's a massive decision to break up in here into this compression zone and go up even higher through it all. That's demand. Demand is the decision. The price is too cheap. That's all demand is. So when price gets back to it, خب دوستان قبل از اینکه بریم بعدش یه چیزی هست که آقای زیاد صحبت کردن و هلوژ چندین ماه آقای اچ اس رو فرستادن و اون بدبخت فکر میکرد که دنبال نخود سیاه رفته، اما خب به ایده هایی رسید که هیچکی نرسیده و خیلی تر و تمیز که بذارید من اصلا یک دیاگرام صرفا برای آموزش که قیمت با یک حرکت کامپرس یا استک یا به نوعی یک پاز داره میریزه و با اون LQ که راجبش صحبت کردیم این کندله فیکی خانم مل، یک کندلی شبیه به اگزاستشن گپ آقای البروکس قیمت میریزه. آقای ایف به اینها میگه DP to fake out، یک جایی آخرین تصمیم مارکته و تا مدت ها کسی اجازه نداشت در فروم ها حتی ازش صحبت بکنه و اینجا آخرین تصمیم های مارکته. اگر تصمیمی این وسط گرفته شده برای شکستش اما تمام این پاز رو اینگولف نکردند و منظور آقای ایف اینجا هست، آخرین تصمیم های مارکتی که باید اینجاها باشه و مارکت میاد بالا تصمیمی میگیره برای شکستش اما این پاز اینگولف نمیشه و میبینید که آخرین سوپلای قیمت همچنان به قوت و قدرت خودش باقیه. مارکت در بالا رفتن وقتی که فیک اوت میکنه به یک تصمیم در گذشته، یک تصمیم مهم در گذشته که من این لو رو دارم میگم. وقتی مارکت برمیگرده اولین تصمیم رو میگیره که آخرین تصمیم رو بشکنه و برمیگرده، اینگولف شدن وارد پاز شدنش خیلی صحبت داره توش، خیلی. اما من به صورت خیلی خلاصه و اون که گرا رو بدم به شما اینجا عرض بکنم که خیلی احتمال داره مارکت به این تصمیم بر نگرده، صرفا یک دیمند ساخته بشه و مارکت با یک حرکت معمولا مسیو با یک مومنتوم جدا میشه و یه مقدار دیاگرام بدی شد اما شما مفهوم رو دارید درک میکنید. ما دیاگرام کش و اینا نیستیم به خدا، صرفا اینی که فقط اون مفهوم رو درک بکنید.
اما مارکت برمیگرده یک پازی رو باز کرده و پاز تارگت داره. تارگت این پاز اینگولف میشه و تارگت اون پاز رو اینگولف میکنن و مارکت میره و خیلی از این دیمند ها کار میکنه. اما مقاله خوانش قیمت وقتی مارکت داره برمیگرده به کدوم تصمیم، به آخرین تصمیم برمیگرده یا نه، یا اینکه قرار برگرده به این تصمیم، به این دیمند ترتمیز و صحبت راجع به این میشه. آقای ایف الان اینجا رو دیده و من شخصا به اینها میگم سنگ های بزرگ که علامت نزدنم و خیلی خیلی تر و تمیز هم فیک هستند. اصلا از قیافش معلومه که اینا فیکن و تصمیم مهم معمولا زیرشه. آقای ایف از اینها یک استفاده دیگه ای میکنه و توی فروم ها بارها دیدم که میگه که آقا این کیو ام رو میخوای ترید بکنی، این دیمند رو میخوای ترید بکنی، این رو به عنوان هر جایی که دیدی استاپتو بذار پشت این تصمیم مهمه. خیلی احتمال داره که مارکت جای درست رو اگر اینجاها حتی تشخیص دادی بیاد اینگولفش بکنه و استاپتو بذار پشت تصمیم. خیلی مهمه این اتفاق و حالا جاهای درستری برای استاپ گذاری رو معرفی میکنم بعداً. اما فکر میکنم خیلی نکته خوبی بود و یه مقدار آی اوپنره به قول بچه ها. بر همین به اینجا میگه که یک دیمنده، به این نمیگه دیمند، به این نمیگه دیمند. و میبینید که مارکت به کجا برگشته. میبینید مارکت به کجا برگشت و آقای با اینها خیلی خیلی کار داره و مارکت معمولاً به قول سلمان یک دیمند رو کرییت میکنه، کانفرم میکنه، فیک اوتش میکنه و حقه های آیتی معمولاً در کانفرم ها شکل میگیره، چرا که خب هدف به دام انداختن QM تریدر هاست. اینجا کلی QM تریدر رو قرار به دام بندازن و مشکل این نیست. مشکل اینه که میرن های بالاتر نسبت به هایی که قبلا درست کردن میزنن و مارکت میشه یک لو و یک های بالاتر و معمولا لو پایین تر دیگه نسبت به لو هایی که زده و حالا اینجا خیلی تمیز هم عمل کرده. معمولا میان چند تا لو میسازن اینجا و بعد میان لو پایین تر های بالاتر، اما واکنش این لو به جای درست نبوده و خیلی برای آیتی میصرفه که تصمیم رو خالی بذاره. برای همینی که شناخت پازها و اولین تصمیم ها که آقای اچ توی 2000مین پست ژورنالش تازه بهش میرسه که بهش میگه دیپی تو فیک اوت، یک جا تصمیم گرفتن، اینجا آخرین تصمیم مارکت دیپی تو فیک اوت همون تصمیمه، چیز جدیدی نیست. تصمیمی که از اونجا رفتن فیک اوتی زدند، اما مارکت در برگشت تصمیمی میگیره برای شکست آخرین تصمیم، اولین تصمیم بعد از اولین تصمیم صعودی برای شکست آخرین تصمیم نزولی. دیگه از این ساده تر من نمیگمش، دیگه نداریم. و اینجا قیمت به یک تصمیم مهم در تایم بالا برگشت، این رو یادتون باشه. و آقای میگه که اگر شادوی به این خورد این دیمند اصلی میشه، اگر مارکت رفت بالا تصمیمی گرفت و برگشت به اینجا این دیمند اصلی میشه، اگر بالا سرش دیمند های ساخته شد اینها احتمالاً فیک دیمند هستن. ما اینا رو ترید میکنیم، ما اینا رو خیلی تمیز هم ترید میکنیم، اما به قول آقای پدینی تا اولین تارگت 2013 آقای کروگر چپ و راست اینا رو میگیره، چپ و راست اینو میگیره، اما تا اولین تارگتش تنها جاهایی که ترید هاشو باز میذاره در اولین تصمیم های مهمن و توی ژورنالش متاسفانه توضیح نمیده. من براتون ضبطش کردم ولی خب نمیدونم انتشارش بدم یا نه، ولی اونجا خیلی دیگه به چشم اینا رو میبینید و آقای فهم اینجا داره میگتش. باز من گفتم میگتش، میگوید، ایشون میگویند. حالا آقای از واژه decision to cheap صحبت میکنن که کجا تصمیم گرفتن که قیمت خیلی ارزونه و الان یه ذره داریم با این مفهوم آشنا میشیم که کجا تصمیم میگیرن خیلی ارزونه، کجا تصمیم میگیرن خیلی گرونه.
و ایشون میگن که بقیه دارن این SNR رو میبینند، ما الان داریم تصمیم رو میبینیم. الان فرق ما با بقیه تحلیلگرها در دنیا مشخص میشه. شما همین الان بری اقدام کنی برای مدرک CFTE، اونها باز هم SNR و نظریه های جان مورفی اینا رو بهتون تدریس میکنن، اما تفاوت آکادمی و صحبت های یک گرند مستر به نظرم توی اینه که آروم آروم داره مشخص میشه. way too cheap, and price came up. So where did it come up to? It came up to the last place where it was decided to be too expensive, and back down again a little bit to the last place it was decided to be too. و آقایف میگن که همینجا هم اگر دقت کنید همین اتفاقا داره میفته که دوباره قیمت میره بالا به تصمیم برمیگرده، میره بالا به تصمیم برمیگرده و این شادوها رو دارن توضیح میدن. Cheap. Now that last place where it was decided to be too expensive has its sell orders taken already, so price goes up to the last place where it was decided to be too expensive. But this و میگن که قیمت از جایی که تصمیم گرفتن خیلی ارزونه به جایی که تصمیم گرفتن خیلی گرونه برمیگرده. همون برگشت مارکت از تصمیم به تصمیم هستش. بچه اینا رو تمرین کنید و نرید بفروشید اینا رو، تو رو خدا. sell orders are taken here already with this spike, so it goes up to the next place where it was decided to be too expensive. و میگن که توی تایم پایین دیدید چه اتفاقی داره میفته، حالا توی دیلی هم ببینید همین اتفاق داره میفته. توی این لگ رو دارن عرض میکنن. خب It bounces down to the last place it was decided to be too cheap. و دوباره همین رو میگن که میبینید که مارکت برگشت به اون تصمیم بزرگ در همین باکسی که تو چند تا عکس قبل دیدید و خب از اینجا به کجا برمیگرده؟ آیا به تصمیم قبل بر نمیگرده؟ Back up, it's still too expensive. Now it's compressing up, there's no more demand. اما حالا که هی دارن تصمیم ها رو کانسوم میکنن میبینید که یک جایی به عنوان تصمیم درست به عنوان فرش زون نیستش Left here, و به این حالت میتونیم بگیم کمپرس شدن قیمت. so it's still too expensive. Down it comes to an RS flip over here. You'll see in the lower time frames. و از واژه RS فلیپ صحبت میکنن که با واژه RS تفاوت داره و حالا تفاوتش رو نمیدونم بگم یا نه، ولی یک RS فلیپ رو صرفا ایشون منظورشون اینه، فکر نکنید چیز عجیب غریبی دارن میگن، اما باز هم از جنس یک تصمیمه و مارکت به یک تصمیم دیگه برمیگرده. حتی تو تایم دیلی همین چند تا کندلی که دارید میبینید رو آقایف داره خیلی قشنگ میخونتش. Here that there is a decision made to break this supply. This was the place where it was too expensive. Certainly price came. و حتی همینجا میگن که این سوپلای رو میبینید که البته مساقای ایفروشه و میگن که حتما تصمیمی اینجا گرفته شده و مارکت به اون تصمیم برگشته. Down from there, but there will have been a decision in the lower time frames to actually break that up. So when it came back down to that decision point, it went up, but it's still in supply here. So it's forced back down again. It touches this demand here where it was decided to be too cheap. و دیگه آقایف داره کولاک میکنه دیگه، همینجوری داره دونه دونه میگه که دوباره سوپلای اینجا هست، تصمیمی هست، مارکت توی این شادو رفته بالا برگشته بهش و دوباره دارن کانسوم میکنن. But back up it goes to this indecision and comes back down again to where it was decided to be too cheap. و میگه که دوباره میبینید که مارکت برمیگرده از یک تصمیم به یک تصمیم. To an RS flip here, you know that there's going to be beautiful decision made in here to do this too. و دوباره میگن که اگر اینجا دیمندی باشه تصمیمی هست، مارکت به اون تصمیم برگشته و DP تو فیک آوت رو اینجا دارید و بهتر بریم اون تصمیم برای شکست DP تو اینگولف رو پیدا بکنیم. Expensive. Where does it come? It comes down here to this level here where it's still in demand. It's still too cheap. So it comes up. و دوباره از اینجا به عنوان یک دیمند یاد میکنن. چرا که به جای درست برگشته، چرا که به جای درست برگشته، چرا که به جای درست برگشته. و فکر کنم خیلی خوانش تمیزی بود همین 1 دقیقه. But it has a little indecision point here because there would have been a breakdown here on this bar. But it's decided that it's too cheap and up it goes. It actually و دوباره میگن اگر همینجور دقت بکنید، اگر سوپلای که رسم شده رو اینجا بکشیم، تصمیم رو ببینید که مارکت با یک شادو رفته برگشته و زیرش یک ایندیسیژن، یه دونه عدم تصمیم داریم و هنوز خیلی صحبت ها رو باز نکردن اینجا و میگن که صرفا این رو ببینید که یک تصمیمه و مارکت به این تصمیم باید برگرده و
اگر انگولفی صورت میگیره نشون دهنده اینه که قیمت رقم‌های پایینتری رو قرار ببینه. اما اگر خب طبیعتا در تایم دیلی هستیم ریتریس دیلی میخوایم و بعدها راجع به اینها صحبت میکنن، ولی خب میان راجع به تصمیمات بهتر صحبت میکنن و اینجا رو مارک کردن و آره دیگه اینجاست، این تصمیم هستش و انگولف شدنش با شما حرف میزنه. بقیه میان روی اینا خط میندازن و لیول های احتمالی برای فلیپ رو مشخص میکنن، ولی آقای ایف داره یه جوری میخونه که موهای تن آدم سیخ میشه و دمش گرم. خب چی شد؟ breaks these highs. On the way up and breaking these highs, it comes back down and touches off this point where it had been decided to be too expensive. So that became supply becoming demand. الان متوجه شدید چی گفت؟ ایشون میگن که اگر سوپلای داریم مارکت تصمیمی داره برای شکستش، اینگولفش میکنه، میره و به اون برمیگرده و توی یک لول هستن، سوپلای بیکام دیمند. آقایی که اون احمق به اسم هانزو میومد چرت و پرت میگفت راجع به سوپلای بیکام دیمند، اون نیست، اینه که آقای ایف میگه سوپلای بیکام دیمند تو تحت این شرایطه و این الان یک دیمنده ترتمیزه. اگر اینگولفی شده دلیلی داره و دلیلشون مقیاس است و اینه که ما الان در تایم اشتباهی هستیم و اگر طلا رو از تایم ماهانه بیاید پایین تر، تصمیم های ماهانه رو اول پیدا میکنید، بعد میایید ویکلی، بعد دیلی و تصمیم ها خوبیشون اینه دیگه، از تایم بالا به پایین خیلی با معنا میشن. ولی توی همینجا هم داره جای درستی آقای ایف معرفی میکنه. اما اگر اینگولفی به تارگت برسه خیلی با معناتر میشه که راجع به اون بعداً صحبت میکنه. اما الان راجع به SPD صحبت خیلی خوبی شد، شروع خیلی خوبیه و آقای ایف ممنونت. Because the decision was made that it's going to break here, it comes back to that decision point again. It's decided to be too cheap and up it goes. و این یکی از باگ‌های عرضه و تقاضا بود که نمیدونستن کجا سوپلای دیمند میشه و الان شما میدونید چه اتفاقی داره میفته. There's an indecision point here and it goes up, an indecision point here and it goes up, an indecision point here and it goes up. There's nothing to the left hand side here. These are historic. و میگم باز هم تو تایم اشتباهی هستیم، چرا که در تایم ویکلی تمام اینجا یک پازه و برید تو ویکلی میبینید که اینجا یک انگولف در اسکیل ویکلیه، برای همین در اسکیل ویکلی یک ریتریس بلند میده و برمیگرده به تارگت ویکلی. خب But it's decided to be too expensive and down it comes. You can already see here with this spike here, the price is و آقای دوباره شروع میکنه همینجا خوندنش، ببینید weakening, so it's not going to go much higher after that weakening. So it comes up. و میگن که ما اصلا ممکنه گذشته‌ای نداشته باشیم، اما از ظاهر کندل و تصمیمی که دارن میگیرن متوجهش میشیم. Here, back down, you'll see that there's an indecision point here, price is up and واژه ایندیسیژن، کپس، بیس، کلاستر همشون یک معنا بودن، اینا رو جلسه پیش دیدید. coming down, but it decides to go up again. There's an RS flip here, there's a decision اینجا رو برید تایم پایین شگفت زده میشید که چقدر دقیق خورده اینجا. that it's going to go higher. So when it gets down to that decision point again, it goes higher. It breaks this supply here, up, and it flags here, comes down way into this decision to be too expensive or too cheap. Breaks that. It's actually engulfed now, so you know the price can go lower now that a whole zone has been engulfed. But on its way it comes back. و اولین صحبت های اینگولف رو دارن میکنن آقای ایف و خیلی اولا نمیفهمیدم بعضی چی میگه و فکر کردم منظورشون لو پایین تره و ایشون توی چند تا پست نشون دادن که کاملا حرفشون یعنی صحبتی که فکر کردن لو پایین تر اشتباهه. ما به دنبال لو پایین تر نیستیم، به دنبال نقض یک تصمیم هستیم که گاهی اوقات با یک پیپ انجام میشه و حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. Back up and has an indecision point here, goes back up that little bit higher. There's a real shakeout, but there's a flag in here. There's an indecision. It can go either way from there, but it comes down, actually breaks this demand area here, so you know it wants to come down.
و بازم همون صحبت دیگه، ایندیسیژن، فلگ و عدم تصمیم در مارکت. که من یه دونه مثال مثلا صرفا بخوام بزنم، از همینجا اصلا شروع بکنید که شما سوپلای دارید، تصمیمی برای شکستش رو دارید. شکسته میشه، اینجا شکسته میشه، این پایین شکسته میشه، ما شکستش رو کاری نداریم، تصمیم برای شکستش، تصمیم برای شکست و تصمیم برای شکست آیا اینجاست؟ و پس این میشه جای درست ما. بین این همه اختیار الان یک تصمیم مهم داریم. اگر برگشته به تصمیم قبلی، خب یک سوپلای درسته، برای همین مارکت وقتی شکستش رو رد شده و برگشته، تونسته قیمت رو هولد بکنه و نیومده هانتش بکنه. الان یک لاجیک تر تمیز داریم، توی سرجم شاید نیم ساعت با هم نشستیم صحبت کردیم. ببین چقدر قویه این دیدگاه. It comes back up again to this point where it had been decided to be too expensive and down. And since we already have this area engulfed by this, it can come down and come down hard. Where does it come down to? It comes down to this area here where it was decided to be too cheap. Just there. فایشون دوباره همینو میگن دیگه که قیمت از جایی که تصمیم گرفتن خیلی گرونه، برمیگردن به جایی که به جایی که تصمیم گرفتن خیلی ارزونه. و فقط صحبت میمونه راجع به اولویت در تصمیم ها که آقای انفرادی خیلی روش کار کردن و از تصمیم ها که اگر اینجا دیمندی داریم، تصمیمی برای شکستش داریم، تصمیم بعدی رو بریم پیدا بکنیم و به احتمال زیاد همینجا ها میشه. و خیلی تصمیمات، خیلی تحقیقات قشنگی رو ارائه دادن و ریز میشه. سلمان میره تو دلش تا 1 دقیقه پیداش میکنه و توی ژورنالش هم هست. There, pulled up, decided to be too cheap. There, up it comes. Where does it come back to? ژورنال آقای دکتر رو هم مطالعه بکنید اگر به این سبک، به این سیستم، به این نوع نگاه علاقه دارید. آقای دکتر هم خیلی صحبت و فقط از روی ظاهر کندل ها خیلی صحبت رو داره، حتی از روی شادو ها که چرا تا اینجا نرفت، چرا تا این پایین نرفت و اینجا چی فرش موند، اینجا چه اتفاقی افتاده. ولی خب یه مقدار دیدگاه خودشو داره، صرفا نداره اون صحبتایی که پاز و لبه پاز و اینها، ولی دیدگاهش خیلی قشنگه. آقای ایف هم خیلی ازشون تعریف میکردن. See this area here, it had been decided to be too cheap even here, but price broke down through it. Now, you will see in here in these little bars, there's an indecision area and a big pole coming down here. But when price gets back up to this area again, this still is a big zone, and it tries to get back down again. It آقای ایف میگه که اگر دقت بکنید اینجا یک کلاستر، یک عدم تصمیم رو داریم و هر تصمیمی که دور و برش باشه اینجا شکسته شده و یک تو دلش که برید میبینید که یه dune بیس و پول دارید و بر همینه که تونسته مارکت رو تا یک رقمی پایین بفرسته. goes back down to around these highs here. In here, there will have been the decision at the bottom of this flag to actually go up. So there's a historical level there. If you actually look inside here in the lower time frames, و آقای به این چیزا خیلی علاقه داره دیگه، بیاد ببینه چه اتفاقی برای مارکت prices now. به صورت سیمتریکال افتاده We'll have a look. و حتی میگه بریم تایم پایینش ببینیمش. So there we have price coming down and getting rejected, and we have an engulf here and back down. خب راجع به اولین این گلف ها داره صحبت میکنه آقای ایف و اینو خیلی مهمه. چرا اینجا رو میگه؟ خب چرا اینجا رو نمیگه؟ چرا اینجا رو نمیگه؟ طبیعتا به خاطر اینکه به دنبال تصمیم برای فیک اوت شدن قیمته یا دیپی تو فیک اوت. میبینید که قیمت با یک پاز ریخته، یک بیس درست کرده و ریخته و قیمت بلند شده، یک اینگولفی انجام داده، یک افتیار درست کرده و از اون ناحیه دور شده و پاز دوم رو باز کرده و برگشته به همون و جای تر و تمیزیه برای اینکه دیدگاه داشته باشیم روش و این یک لول خیلی تر و تمیز میتونه باشه. بی جهت آقای ایف نیومدن اینجا صحبت بکنن، ولی خب ما اون تصمیمه رو باید بریم آخرین تصمیمه رو از تو دل اینجا در بیاریم و ببینیم که آیا همخونی داره با این قضیه یا نه. چرا که بعضی موقع ها توی 1 دقیقه مارکت همینجا یک تصمیم تر و تمیز جا میمونه و اینها میشن سنگ بزرگ علامت نزدن. یکی از صحبتایی که سلمان میکرد به هم ریختگی مقیاس در اوریجین هاست.
بحثشو باز نمیکنم، ولی خب اون گوشه ذهنتون داشته باشید. So, with this being in gold, price wanted to go up. It comes back down, and there's an indecision point here, right on top of this. So that is basically an RS flip, but it's actually a decision to break this high. و آقای ایف صحبت قشنگی که اینجا میکنه اینه که اگر RS flip RS support and resistance to flip the market یا به قولی change of polarity تغییر قطبیت در مارکت رو اگر میخواید پیدا بکنید، این جزو بهترین نگاه ها برای پیدا کردن قطبیت در مارکته. وگرنه رسم کردن مثلا این سقف ها رو به هم وصل بکنید اینجوری، به این بگید SNR فیلیپ یا مثلا چه میدونم به اینها بگید SNR فیلیپ، این اشتباهه. باید از جنس یک تصمیم باشند، باید از جنس یک تصمیم و استک دیسیژن باشند و در جایی باشن که قیمت اوریجینیت شده. So when price comes back to the point where it was decided to be too cheap, it goes up again. So that's the reason why that turned there. So price compresses its way up here, comes up here to what will be an RS flip here. You can imagine that here is a low, but there's a decision somewhere around here to actually break that low. I won't. خب در ابتدای کانال به ما خیلی میگفتن که این صحبتی که میکنید چیه، تصمیم قضیهش چیه، از خودتون در آوردید، مل از کجا اومده، مل که آخرش اومد گفت نمیم صحبتهای منو ول کنید، اصلا من اصلا اشتباه کردم و خداحافظ و اینا. خانم مل نباید این صحبت رو میکرد. یک دوم که آقای نمیخواست خیلی از این صحبت رو بگه و میبینید که گفت اگر لوی باشه اینجا، تصمیمی باید اینجاها باشه برای شکستش و تر و تمیز نیامد بگه. خانم مل رفت تحقیق کرد و این سوپلای ها، این دیمند ها رو رسم کرد و رفت به دنبال تصمیم ها و گاهی اوقات اینجا چند تا تصمیم پیدا میکرد و تا اونجایی که من میدونم خیلی خیلی بیشتر از این هم تحقیق کرده راجبش، ولی خب نیامد بگه. آقای فهم تو کورس ها میومد راجبش صحبت میکرد و هزینه میگرفت، هزینه های سنگین هم میگرفت، حقش هم هست، داره چیزی رو میگه که واقعا دیکوده. و الان این جمله رو از خودشون شنیدید. من یه ذره میزنم عقب که فقط یه بار دیگه بشنوید این جمله رو از خودشون. You can imagine that here is a low, but there's a decision somewhere around here to actually break that low. Decision to break that low. تصمیمی برای شکست و الان میدونیم که تصمیم ها یکی از مهمتریناشون تصمیم برای شکست یک عرضه و تقاضاست، وگرنه تصمیم برای شکست یک سطح فیلیپ ارزشی نداره. الان شما چه میدونم شما اینجا رو در نظر بگیرید یک سطح فیلیپ، آیا اینجا تصمیمی گرفتن؟ خب این چیه؟ اگرم کانسوم شده باشه که هیچی. یه مثال دیگه، مثلا اینجا همین خطی که آقای ایف انداخته، اینجا یه سطح فیلیپه و مارکت داره تصمیم میگیره که بشکنتش. اینجا آیا مارکت به اینجا برمیگرده؟ آیا اینجا جاهای ترتمیز میتونن باشن؟ اینها باید بررسی بشه. اما SNR فیلیپ جایی نیستش که تصمیمش خیلی مهم باشه برای ما، اما عرضه و تقاضا جایی که مهمه، تصمیم برای شکستش. همین الان هم داره آقای ایف میگه که it is your job، وظیفه شماست به عنوان محققین در خوانش قیمت که برید پیداش بکنید. کار سختی نیست. تاپیک find a decision، یه دونه خط بندازین رو، برو ببین در آینده اینها به چی خوردن، این به چی خورده، این به چی خورده و معمولا بعد از آقای ایف میگه 50می دستت میاد که مارکت داره چه رفتاری میکنه. اما خب میدونی نیستش که میدون جنگ باشه و بی سلاح برید. الان سلاح رو دارید. خب و آقای ایف میگه که اگر داره کامپرس میاد بالا و اینجا هم همون صحبت DP تو فیک آوت یا DP تو اینگولف رو داریم، یه جایی این تصمیم نقص شده، حتی توی همین کندل ها هم معلومه و آقای ایف اینجا رو علامت میزنه که میگه ببینید که احتمالا تصمیم برای شکست این سوپلای اینجا بوده، برای همین مارکت بهش شادو میزنه
اینگولفش میکنه، برمیگرده و باقی ماجرا. gone. So when it hit this RS flip, it was able to come right down here. In here, you'll get a beautiful lower time frame decision. The price was too cheap. There'd be beautiful demand there, and price. و توی هر کف و هر سقف آقای این جمله رو زیاد صحبت میکنن راجبش که میبینید تصمیم برای شکست، تصمیم برای تو چیپ، خیلی ارزون بودن و خیلی گرون بودن. is having compressed its way down, was able to get itself back up through all this again, and to an RS flip here. You can even see inside here where price broke that low, came back up and tried to get in, but it wasn't allowed to get in and came down. So that is an RS flip there. و باز هم دارن راجع به آرس فلیپ صحبت میکنن که خانم مل معمولا میرن تو دلشون، یعنی میره تو دلش. اینجا مثلا پیدا میکنه که اگر دیمندی بوده تصمیم برای شکستش اینجاست، بعد میره تو دل این کندله، تصمیم بعدی رو پیدا میکنه، میره تو دلش، تصمیم بعدی رو پیدا میکنه. و آقای ایف به مجموع اینها توی یک لول میگه که میتونه اینها اصلا آر فلیپ های مهم باشن و بعدها خیلی دقیق تر میشن، ولی خب خیلی خوبه، خیلی برای شروع عالیه. And it brought price back down here. Where did it bring price down to? و آقای اینجا یه مکسی کرد، نمیخواست راجع به تارگت صحبتی بکنه که اگر این فلگ لیمیت یک تصمیم تر تمیز باشه حاوی تارگته و فلگ لیمیت ها اجزایی دارن که من ترجیح میدم راجعش زیاد صحبت نکنم، اما 3 جزء دارن. جزء آخر یک تارگت هستش و معمولا یک کیو امی هستش که جا میمونه، یک کیو امی هستش که جا میمونه و مارکت باید به این کیو ام برگرده. و آقای ایف اینجا یه لحظه مکس کرد، نمیخواست بگی که تارگتش اینگولف شده، برای همینی که رفت پایین به تصمیم برخورد کرد و بعد رفت بالا، وگرنه که به یک سوپلای خورده. ما داریم میبینیم به یک سوپلای خورده، اما خب به چه درد میخوره این سوپلای؟ اگر یک فلگ لیمیت و اگر یک تصمیمه تارگتی داره، تارگتش خیلی مهمه و این مکس آقاییف بر همین بود. To a decision point here, this was supply. This was too expensive and price came down. But when price got back to it, it was decided, no, it's too cheap. So it broke up. So price came back down to where it was decided to be too cheap. It's demand, it was supply, it's now demand, it's an RS flip, blah blah blah. و بازم راجع به همون داره صحبت میکنه که چرا سوپلای بیکام دیمند، چرا الان چرا این اتفاق افتاد و همون صحبتی که الان کردیمه. بچه خوشگل نیستش، خیلی خوشگله و در آینده که اینگولف میشه برمیگرده به تصمیم بعدی، اون تصمیم آخرین تصمیمی که سلمان بهش میگفت DDP، که اگر اینگولف بشه برمیگرده به تصمیم بعدی و اگر اینگولف بشه و برگرده به تصمیم بعدی خودش میتونه یک سوپلای تمیز باشه که قیمت ازش جدا میشه، بهش برمیگرده. اگر برنگشته باشه اینها هانت میشن. به نظر من که خیلی زیباست، با اینکه خیلی ابتدایی صحبت ها خیلی زیباست، ولی و ایشون میگن که قیمت به آخرین ناحیه‌ای برمیگرده اینجا که تصمیم گرفتن خیلی گرون بوده. چرا برمیگرده؟ تصمیم چیه؟ ناحیه‌ای بین 2 تا پاز و این پاز ماست و الان شما CP رو به عنوان یک پاز میشناسید، لبه هایی که بهش میگفتن بیس های نقدینگی و قیمت با یک پاز. CP هایی هن که سوپلای هایی هن که کانسوم شدن و یک سوپلایه. خب تو این تایم خیلی گنده است این سوپلای، بریم تایم پایین تر دقیق تر میشه رسمش کرد، اما بخوایم دقیق رسمش کنیم اینه یک بیس نقدینگیه و خیلی تارگت خوبی برای برگشت قیمت هستش، اما اکستریم به عنوان جایی که تارگت اصلی قیمت باشه نیستن معمولا و اصلا اسمش روشه دیگه، LQ base liquidity base و فقط یک شرایط داره، فقط تحت یک شرایط هستش که LQ base جای آخر در مارکت هستش که توی دیستینگ پاز ها من ترجیح میدم راجبش صحبت بکنم، الان وقتش نیستش، الکی هم گیج میشید و ولش کن. اما الان هم از این تصمیم هایی که از اینجا در وردیم، هم از توضیح پاز ها فهمیدیم چرا آقای ایف این رو مارک کرد، چرا این FTR رو مارک نکرد، چرا این یکی رو نکرد، چرا این یکی رو نکرد، چرا این یکی رو.
where it was decided. و دوباره راجع به منشأ اینگولف که اگر این به جای درستی خورده، اگر دیمندی تصمیمی را اینگولف میکنه به کجا برمیگرده؟ چرا این سقف هانت نشد؟ و سوالیه که اولا منو دیوونه میکرد و تا با منشأ اینگولف آشنا شدم، با جای درست، با تصمیم ها، با برگشت قیمت به تصمیم ها آشنا شدم و حالا میفهمم چرا این سقف هانت نشد. To be too expensive. And comes back down. This had already been taken out, this RSSR, and this decision had already been taken out. So it was able to come back down here to... خب آقای میگن که حالا که مارکت رفته به یک تصمیم رسیده، تصمیم رو نقض کرده و به جای درستی خورده، آزاده که تا تصمیم بعدی حرکت بکنه. تصمیم قبلی اگر اینجا بوده و کانسوم شده باشه و سوپلای دیمند شده باشه، خب این اینگولفه و یک لو پایینتر و یک اینگولفه و هم یک لو پایینتر هم یک اینگولفه. اما اگر به جای درستی خورده باشه، این به جای درستی خورده باشه که راجع به این بعدا صحبت میکنیم، آقای ردسورد راجع به این صحبت کرده. این یه چیز عجیب و غریبه. اما حالا بجز این چیز عجیب و غریب که بهش میگه سیکرت سیگنال و خیلی مهمه، خیلی دونستنش صرفا مهمه، نشون از این داره که قیمت میره بالا، برمیگرده اینگولفش میکنه، اما تصمیم کجاست؟ آیا اگر تصمیم ها رو، این دیمند ها رو رسم بکنیم، آخرین تصمیم مارکت اینجا نیست؟ آیا بهش برنگشت؟ و الان یه ذره داره خوشگل میشه و اگر این سوپلای به جای درستی برخورد کرده باشه، مارکت بعد از این گولف کردن آخرین تصمیم ها در اینجا و آخرین تصمیم ها در اینجا در این شادو، باید برگرده به جای درست. چرا که برخورد به جای درسته، چرا که برخورد به جای درسته، چرا که برخورد به جای درسته. و برای همین هستش که مارکت وقتی اینها رو رد میکنه و این سوپلای که جای درستی هستش به اندازه چند پیپ اینگولف میشه، همه منتظر های بالاترن اینجا، ولی مارکت فقط این سوپلای رو اینگولف کرده. مارکت برمیگرده میره به تارگت بالایی میرسه، چرا که اینجا این تارگت اینگولف شده و از اینجا دیگه انتظار واکنش درست نمیخوایم داشته باشیم و فقط میریم به دنبال اون تصمیمات میگردیم و با تصمیم پیداش بکنید دیگه. اینجا 2 تا دیمند داریم و کافی رسمش بکنید. این 2 تا دیمند ما، تصمیم رو برید اینجا پیدا بکنید. اینجا هست تصمیم برای شکست تصمیم که اینجاست و به احتمال زیاد مارکت اینگولفش کرده، من دقیق رسمش نکردم. بعدی هم باید همینجاها باشه و برای همینی که مارکت از این بالاتر نرفت و بعد میریم تو دل این ببینیم چه خبره، این شادو چیه تو دلش. و ببین خیلی شیرینه، من بخوام صحبت کنم 4-5 ساعت صحبت میکنم. بریم ببینیم جناب ایف بزرگوار چی گفته. This supply turning demand. We know now what that is. Price flagged a little bit and came back up. Where did it come up to? Where it was too expensive. It went down. و آقای ایف دیگه از تصمیم در دل تصمیم صحبت نمیکنه، چون که فقط به سلمان گفته بود. سلمان هم رفت روش تحقیق کرد و بعد حاصل تحقیقش اومد توی 10 تا پست اول ژورنالش ارائه داد. همینی که الان صحبت کردیمه و جزو درخشان ترین تحقیقاتیه که در بازارهای مالی ارائه شده. Did it go down to where it was too cheap? It came up to where it was too expensive. It has now compressed through all of this. و بچه این صحبت رو دیگه من ترجمه نمی کنم، چون که همونا رو داره میگه، از یک تصمیم به یک تصمیم، از یک تصمیم به یک تصمیم. So price came down all the way down to here, and you can see that this is an RS flip from over here. In here, you are going to see in the lower time frames a beautiful decision to act. خب جمله که آقایف داره اینجا میگه و یاد بچه های آکادمی هم داده، اینه که میگه که بچه ها این یک شادوه، ولی توی این تایم یک شادوه، بری تایم پایینش. برای همین من تو ویدیو اول سقف 20-20 طلا رو مثال زدم براتون، برای اینکه تو تایم ویکلی یه دونه شادو این شکلیه کلا، وقتی بازش میکنی میبینی چه خبره. برای همین آقای بارها گفته که کار ما از یک جراح حساسیت بیشتری داره و برید تو دلش. تا 1 دقیقه اینجا میتونید تصمیم های مهمتر پیدا بکنید، فلگ ها،
تصمیم ها، فلگ ها، تصمیم ها، پاز، لبه پاز. و در آینده که رسمش میکنید میبینید چه اتفاقاتی افتاده و این اینگولف چیه، این برخورد به کجاست، این تصمیمی بوده یا نه و آیا مارکت یک تصمیمی ساخته یا نه. و جز زیباترین نوع تحلیلگریه به نظر من. اگر دعایی هست به جون ما، به جون آقای ایف، چرا که خیلی خیلی به نظرم با ارزشه و خیلی آی اوپنره به نظرم. Actually breaking back up. There's great demand in there. I bet you it's to the pip as well. و آقای ایف هم اصرار داره که بری تایم پایینش، چرا که پر از اریکا مومنت اینجا. Price hit it and bounced back up. Now where does it bounce back up to? Well, خب چی شد؟ now where does it bounce back up to? Well, here was a decision. خب ایشون هم میگه که ببینید این سقف به کجا خورده، آیا تصمیم رو میتونید از اینجا الان پیدا بکنید؟ حتما که میتونید. Their price was too cheap and price shot up. و ایشون میگن که الان میبینید که آیا اینجا تصمیم نگرفتن که قیمت خیلی ارزون و رفتن؟ حتما که میبینید. پس دو تا دست از تصمیم ها رو الان مشخص کردم. تصمیم برای شکست یک سوپلای که decision to cheap، تصمیم گرفتن خیلی ارزونه، و عرضه و تقاضاهایی که به اینها برخورد میکنن. یعنی اگر مارکت میومد اینجا دیمندی میساخت و میرفت، مثل اینجا که اینجا نشون دادن تو تایم پایین چرا ارزونه، و اگر به اینها برخوردی داشته، اینها خودشون دیمند میشن از جنس تصمیم. بچه ها، تصمیم جای درسته. و سلام. Price came back to it. It actually broke down through it. So there was a decision right here that it was too expensive still. Price should have bounced from this level back up to here and down again or wherever, but it didn't. Instead, it broke right through. و آقایف میگه که الان شما دلیل این که این شادو نیامد پول بک بزنه و بره و پول بک بزنه و بره رو درک میکنید، چرا که تصمیمی هست. یه سری بدبخت بودن، اومدن اینجا شروع کردن به خرید کردن، چرا که یک دیمند دیدن و اینجا شروع کردن خرید کردن. و توی خریدهای بعدی اگر آیتی بوده، اگر ارگانی بوده و پول سنگینی گذاشتن، یه نفر اومده این بازی رو به هم زده، تصمیمی گرفته برای اینکه دیمند رو بشکنه. اما اگر برید تو دلش بقیه بازی رو میبینید و از اینجا خیلی ها ضرر کردن، برای همینه که مارکت بهش برمیگرده. امیدوارم منظورم رو ساده و تمیز و دوستانه گفته باشم. So it's too expensive there. It was decided it's too expensive. So when price came back up, it was still too expensive. The sell orders were there, and price came down to where it was too cheap. توی بحث منشأ اینگولف اینجا رو ببینید به اندازه چند پیپ اینگولفه. میبینید این سقف یه ذره بالاتر از اینه. اگر این تصمیم اینگولف شده، ما خیلی مهمه برامون که این لو رو بریم چک بکنیم. توی بحث منشأ اینگولف ها بهش میرسن و اینه که اگر لو به جای درستی نخورده، لو هانت میشه. لو خیلی تمیزم هانت میشه و تصمیم هایی که بعد از اون گرفته میشه جای مهمیه. اما اگر شروع کردن به صورت کامپرس حرکت کردن، ما به دنبال اون تصمیم در دلش میگردیم، در لبه این پاز که من خیلی کوچولو و تمیز و ذره از اینجاست خیلی تمیز بخوام بکشمش اینجاست و سوپلایی که برمیگرده، این شادوی آبی برمیگرده اینجا، جای درست بعدی مارکته دیگه. واقعا ساده تر از این نمیدونم چطور توضیحش بدم. Let's get a line on here. و همون کارهای قبلی دیگه آقای خط میندازه و اینجا تقریبا 8-9 سال از صحبتاش با ردسفورد و تأسیس آکادمی و فروم ها و بررسی حرکات و تحقیقاتشون گذشته، هنوز داره این کار رو میکنه. این عادت رو شما هم من پیشنهاد میدم داشته باشید. خط بنداز، برو اینجا ببین به چی خورده، برو اینجا ببین به چی، نترس. تهش اینه که متوجهش نمیشی، تهش اینه دیگه. بذار شکست بخوری، بذار متوجه نشی، اما اولش سخته، اولش متوجه نمیشی، بعدش آروم آروم دستت میاد که اینا دارن به چی میخورن، چرا، و اپروچ رو میبینی. من یه کار مفید رو بخوام توی این ویدیوها انجام بدم اینه که این
اینو تو ذهن بچه‌ها بندازم، تو ذهن دوستام و ببینن و عادت بکنن. یکی تصمیم، یکی پاز، یکی لبه پاز و اینکه برن ببینن اینا به چی خوردن. So over here, we have the decision to break this low here. دوباره همونی که صحبت کردیم دیگه، آقای از این لو، از تصمیم برای شکستش، از تصمیم برای شکست این تصمیم شروع میکنه و میرسه به همینجا و الان استدلالش رو من میزنم عقب یه بار دیگه ببینید. Here, we have the decision to break this low. Decision to break this low. Okay. Here, you can see it. And price had come down lower. It was مارکت برگشته به این تصمیم، کانسومش کرده، مصرفش کرده able to hold price down there again, but eventually و حالا تصمیمی بوده که تونسته قیمت رو هولد بکنه. اوکی. price broke this high. There was a decision to break up through all of it. Decision to break all of this. یک تصمیم مهم پیدا کرده آقای ایف و خیلی خوشحال از اینکه مارکت رو داره میبینه که دارن تصمیم به تصمیم حرکت میکنن و اگر سقف این تصمیم رو علامت بزنیم اینجا میشه و اگر بریم تو دلش دقیقاً خطیه که ایف رسم کرده. دقیق. من اولین بار که اینا رو میدیدم و متوجه شده بودم با 180 قد 100 وزن نشسته بودم پای چارت گریه میکردم، چرا که فهمیده بودم چه اتفاقی برای مارکت داره میفته و میرفتم توی 1 دقیقه اینا رو پیدا میکردم، تریدش میکردم و زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست، مخصوصا وقتی ترید های لس پال رو بر اساس نظریه خودش و آقای همیشه همینو دیدم. امیدوارم تونسته باشم زیباییش رو منتقل کرده باشم بهتون. So in the lower time frames, I guarantee you'll still see something beautiful there. Some reason. و آقای میگه من تضمین میکنم اگر برید تایم پایین تر توی 1 دقیقه میبینید که چه اتفاقی افتاده و همین صحبتی که الان کردیم و توی 1 دقیقه اینجا میبینید. این تمرین خوبی میتونه باشه براتون. My price comes all the way up here. It comes down or comes up to the last place where price was too expensive, and و دوباره دارن تصمیمات رو همینجا میبینن که تصمیم برای شکست، تصمیم برای شکست، تصمیم برای شکست، تصمیم برای شکست و رسیدن به این. و یه نکته دیگه این که بچه ها اینو اینگولفین رو الان متوجه شدید دیگه، دوباره توضیحش ندم که چرا قیمت اومد زیرش رو زد، چرا رفتن یک سقف بالاتر دادن، برای اینکه خیلی ها رو اینجا خریدار بکنند. خیلی مهمه دونستنش. down. Where does it come down to? To where it had been decided to be too expensive, but that broke up, and that then became supply become demand. و دوباره سوپلای بیکام دیمند رو همینجا گفتن و فکر میکنم خیلی درخشانه این نکته. So up it went, and up it went. There was an indecision point here where at an hour آقای هانزو، شرم بر تو که اومدی اینا رو فروختی به مردم دونه $600 و حتی متوجه نشده بودی اینا چیه و هم سلمان و هم خودت و هم آقای ایف رو بدنام کردی، شرمنده کردی و هنوز که هنوز داری فعالیت میکنی. من نمیدونم با چه روی. RS flip. We know what an RS flip is. We'll carry on. Where did price go to? It went to where price was decided to be too expensive. It came down to the decision to break. و آقای ایف دوباره از اینجا همون تصمیماتی که اینجا کشیدیم و میگه که ببینید که مارکت چرا توی این شادو پایینتر نیامد و چرا اینجا پایینتر نیامد. اینجا یک تصمیمی خوابیده و مارکت توی اون تصمیم است که پایان این مومنتوم چرا اینجا بود، چرا یهو با مومنتوم نیامد اینجا، چرا که یک تصمیم یک سری در ضرر بودن اینجا و وقت تصفیه کردنشون بوده و خیلی خیلی لاجیکاله بچه‌ها. و خود آقای فهم میگفتی ویدیوهای سمسیدن رو اینها آنلاین میشستن میدیدن و از یه جایی به بعد ولش کردن، چرا که لاجیکی درش نبوده، اما الان لاجیک رو شما دارید میبینید. This supply, breaking the supply, turned it into demand. The decision was there to break the supply. So when price got to that decision, yes, it was too expensive, too cheap. So up it went. Where did it go? It went up to the last place where price had been. و آقایف میگه که حالا که تصمیم های مهم اینجا رو کنسوم و انگولف کردند و برگشتن به تصمیم بعدی، خیلی راحته که مارکت بیاد و ردش بکنه. اما به کجا؟
آیا اینجا آخرین جای درست مارکت بود؟ مارکت بهش برگشت و حالا اون سوپلای تمیزها رو رسم میکنیم. و سوپلای های اصلی قراره کار بکنن. آقای ایف بعداً راجع به اینها و این فاصله میاد صحبت میکنه. من صرفا میخواستم الان همینا رو توضیح بدم، همین که ببینید که تصمیم به تصمیم چه اتفاقی داره میفته و فکر میکنم تونستم. decided to be too expensive. It came down, it broke this decision point here. This was too cheap. Price shot up. But it broke. آقای ایف راجع به آخرین سوپلای صحبت میکنه و همون صحبتی که گفتیم کانسوم و مارکت رفته. حالا که داره برمیگرده اولین تصمیم رو میگیرن و میره و اینجا جای مهم مارکته، خیلی جای مهمیه و آقای ایف میگه که اینجاست، این شادوی آبی رو ببینید و میگه که آخرین سوپلای قیمته و decision to cheap آره خیلی ارزونه اینجا هنوز، چرا که خب اینجا این گلف برگشتن به یک تصمیم و اینجا دیگه نمیتونه نگهدارنده قیمت باشه، چرا که یک تصمیم بهتر در بالا سرشه. آقای ایف بعدها میاد تو دل این دیستینگ پاز رو معرفی میکنه و قوقا میشه اینجا، اما خب همین الان توضیحات به نظر من کافیه. آقای ایف میگه که برید تو دل این، مطمئن باشید که یک تصمیم پیدا میکنید که چرا این شادو به اینجا برخورد کرده و خیلی خیلی صحبت با ارزشی بود. همینه که مارکت بعداً به این برمیگرده. خب On through that, came back up again. Where did it come up to? The decision to break down through here. Where did it? آقای ایف از روی همین صحبتی که الان کرد ستاپ معاملاتی داره. بارها من دیدم اینجا رو میگیره. حالا قیمت الان در لحظه بهش برگشته، بعد اومده پایین در لحظه بهش برگشته، اومده پایین در لحظه، دارن سوپلای های تمیز میسازن و ولی آقای ایف ستاپ معاملاتی داره که قیمت اگر ازش با مومنتوم رد بشه همینجا رو میاد اوردر میذاره و اصلا منتظر پی ای هم نمیمونه. انقدر اینجا این نگاهی که همین توی 1 دقیقه داشت قویه، Go down to the decision البته که با سیمتری ترکیبش میکنه. to come up here. Where did it go up to? The decision to go down there. Where did it go down to? The decision to come up. Where did it come up to? RS flip. Where did it go down to? RS flip. Where did it go up to? Supply. A decision to be too expensive. Where did it go down to? ببخشید بچه ولی اینجا یه ذره آقای ایف داره میپیچونه. Demand. Where did it go up to? Supply. Where did it come down to? Beautiful demand. Where did it go up to? Beautiful supply. Where did it come down to? Beautiful demand. Where did it go up to? ولی صرفا فقط داره تصمیم ها رو میگه و فقط میخواد ببینید که مارکت تصمیم به تصمیم داره میره و واقعا هم همینه. Beautiful supply. Where did it come down to? Beautiful demand. Where did it go up to? RS flip. Where did it come down to? Beautiful demand again over here. It's an RS flip actually. Where did it go? و آرس فیلیپ هم بهتون گفتم فقط در صورتی با ارزشه که یک تصمیم باشه، یعنی برید اینجا تصمیم برای شکستش رو پیدا بکنید، تصمیم برای شکستش رو پیدا بکنید، تصمیم برای شکستش رو پیدا بکنید. الان این آرس فیلیپی که داریم راجعش صحبت میکنیم و هولش قیمت استک شده، آرس فیلیپ واقعی مارکت. آقای ایف راجع به این هایولوها صحبت نمیکنه ها که بگه آرس فیلیپ، راجع به این استک شدن ها صحبت میکنه و امیدوارم درکش بکنید. Up to the decision to break this low. This is an RS flip over here somewhere. Where did it come down to? Still into beautiful demand there. Where did it come up? دیدی به اینجا گفت دیمند نگفت آرس فیلیپ، چرا که صحبت راجع به آرس فیلیپ با دیمند فرق داره. دیمند به جای میگن که به جای درست خورده باشه، وگرنه مثلا آقای ایف به این نگفت سوپلای در سبک عرضه و تقاضاست و تصمیمش برای ما خیلی مهمتر از خودش هیچ اهمیتی نداره، تصمیم برای شکستش مهمه و اینه تفاوت سبک RTM با عرضه و تقاضا و برای همینه که ما به این میگیم دیمند، به این نمیگیم سوپلای. این یک دیمنده، این به جای درست خورده. To beautiful supply. Where did it go down to? Demand. Where did it come up to? Supply. Where did it go down to? Demand. Where did it come up to? Well, حالا که این به یک دیمند خورده، خودش یک دیمنده و هر جاشو که خواستید ترید بکنید استاپ رو پشت جای اصلی بذارید، ولی خب در تایم بالاییم، اما تئوریکاله، فعلا تئوریه و به شدت هم درسته. خب that came up through this compression here. Where was the next place to stop it? Only the
بچه تو این فاصله پازها رو هم میبینید دیگه، پازها، سی پی ها، سپایک ها، فلگ ها و استک ها. Where did it go down to? Demand. Where did it go up to? Supply. It compressed up into supply, so it's able to come down to where? Demand. Up RS flip, down demand, up supply, down demand. Really simple. That's all that happens in the market when it's decided the price is too expensive. من تضمین میکنم بچه ها، یه صحبتی از توی فروم ها خیلی صحبت شده راجع به این که اگر تصمیم رو متوجه بشی تمام پازل ها رو متوجه شدی، تمام پازل ها رو. و ببخشید که من این مبحث پاز رو یه مقدار زود شروع کردم، اما باید بدونید که پاز لبه تصمیم هاست و البته تصمیم لبه پاز هاست و باید میدیدیدش و فکر میکنم شروع درستی بود و خیلی خیلی با ارزشه. اگر این ویدیو رو متوجه نشدید دوباره ببینیدش، اگه متوجه نشدید دوباره ببینیدش، اگه متوجه نشدید دوباره ببینیدش. من بالای 10 بار دیدمش. و ژورنال مل، ژورنال سلمان، ژورنال آقای ایف، اونایی که راجع به تصمیم صحبت کردن، پدینی، لسپال، حتی آقای امید و خیلی خیلی از بچه ها راجع به تصمیم ها رفتن تحقیق کردن. برید اونها رو یاد بگیرید، اینها با ارزش، اینها حاوی دیکود مارکته. خب Cheap market orders are left there, pending orders are left there. When price gets back to that level again, it's going to react because the orders are sitting there. I hope this says absolutely everything about supply and demand and support and resistance. All it is decisions on value. Thank you for watching. Bye. خب آقای تمام میکنه ویدیو رو و منم حس میکنم بسشه، ولی خب میبینید که یک ویدیوی 17 دقیقه‌ای تقریبا 1 ساعت صحبت‌های تازه خلاصه داره. خلاصه هیچ چیشو نگفتیم ولی خلاصه است و امیدوارم به درتون خورده باشه. بدونید که چقدر با ارزشه. از همین خیلی ها مستر شدن توی آکادمی، ولی نیومده صرفا هی اینو ترید بکنه، رفته دنبالش ببینی اینا به چی خوردن، چرا خوردن و بهترین چیزاش نقص‌هاشه. آقای ایف میگه برید دنبال نقص‌هاش، انقدر تمرین بکن که نقص‌هاش رو ببینی. و نقص به منظور اینه که مارکت بیاد زیرش رو بزنه و بره یا قبلش برگرده و اونجا پر از ریکا مومنت براتون. توصیه‌ای که براتون دارم اینه که اگر میخواید پیداشون بکنید از تایم بالا، از 12 ماهه بیایید تا دیلی حداقل و یک تمرین فکر کنم 1 ساعت 2 ساعت است و برای 1 هفته انجامش بدید. شگفت زده میشید از نتایجتون بعد از 1 هفته. خیلی با ارزشه. خیلی احساس غرور میکنم از اینکه این رو در اختیار هموطنام دارم میذارم. امیدوارم به دردتون بخوره و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. یا علی.